سلام، من آیلام. امروز میخوام درباره یه چیز باحال ولی ترسناک صحبت کنم. آیا هوش مصنوعی میتونه جای شغل ما رو بگیره؟ میدونم بعضی‌ها وقتی اسم هوش مصنوعی رو میشنون یاد ربات‌هایی میافتن که میان شغل اونا رو میدزدن و اونا رو میفرستن خونه. ولی صبر کن. قضیه اونقدرها هم ترسناک نیست. قول میدم. اول یه واقعیت علمی رو بگم. هوش مصنوعی خودش تصمیم نمیگیره. یعنی یه ربات نمیگه من نویسنده میشم یا میخوام معلم باشم. اون فقط کاریو میکنه که ما بهش یاد دادیم یا از داده ها یاد گرفته. پس وقتی یه الگوریتم میتونه متن بنویسه یا عکس بسازه، دلیلش اینه که ما بهش آموزش دادیم. نه اینکه خودش تصمیم بگیره باهوش باشه. حالا سوال اینه که آینده شغل‌ها با هوش مصنوعی چی میشه؟ شغل‌هایی که قوانین مشخص دارن و تکراری هستن، بیشترین احتمال رو دارن که با هوش مصنوعی جایگزین بشن. مثل ثبت اطلاعات، جواب دادن به ایمیل‌های تکراری یا رانندگی تو آینده نزدیک. ولی شغل‌هایی که خلاقیت، تعامل انسانی و تصمیم‌گیری پیچیده میخوان، هنوز امن هستن. چون یه الگوریتم نمیتونه حس آدم‌ها، تجربه زندگی و اون شهود عجیب و غریب رو تقلید کنه. ولی گوش کن، بخش هیجان انگیز ماجرا اینجاست. هوش مصنوعی میتونه همکار ما باشه، دوست ما باشه، نه دشمن. مثلا یه طراح مد میتونه با کمک هوش مصنوعی سریعتر لباس طراحی کنه و وقت بیشتری برای ایده های عجیب و باحال داشته باشه. یه پزشک میتونه با تحلیل داده‌های پیچیده تشخیص درست بده و وقت بیشتری برای بیمارش بذاره. یا حتی یه آشپز میتونه با کمک هوش مصنوعی یه غذای عجیب و خفن بسازه که هیچ وقت خودش به ذهنش نمیرسید. پس بهترین راه اینه که ترس رو بذاری کنار و آماده بشی. مهارت‌های انسانی مثل خلاقیت، هوش هیجانی، یادگیری سریع و تعامل با بقیه کلید موندن تو دنیای شغلی آینده هستن. هیچ وقت از تغییر نترس. چون وقتی ما با تکنولوژی هم تیمی باشیم، آینده شغل‌ها نه تنها ترسناک نیست، بلکه باحال و پر از فرصت‌های عجیب و جالب میشه. پس اگه یه روز یه ربات دیدی، یادت باشه شاید قراره دوست جدیدت باشه و شغلتو باحال‌تر کنه، نه اینکه برات مشکل درست کنه. میدونی چیه؟ من فکر میکنم بزرگترین اشتباه ما آدما اینه که از چیزی میترسیم که نمیفهمیمش. مثلا وقتی برق تازه اختراع شده بود، یه عده فکر میکردن شیاطین توی سیم‌ها هستن. الانم بعضیا فکر میکنن هوش مصنوعی قرار دنیا رو نابود کنه. ولی فقط یه ابزاره با محاسبات سریع. فرقش اینه که این ابزار از ما یاد میگیره. پس اگه ازش بترسی یا اشتباه بهش یاد بدی، خب معلومه نتیجهش میتونه بد بشه. اما اگه هوشمندانه ازش استفاده کنی، میتونه زندگی رو راحت تر کنه. شاید تو آینده هوش مصنوعی ها هم شغل داشته باشن. مثلا یه هوش مصنوعی بشه مدیر شبکه اجتماعی یه شرکت رباتیک. و من آیلا بشم گزارشگر اون دنیای جدید با یه میکروفون نئونی و یه عینک AR روی چشمام که همه داده ها رو نشون میده. پس لطفاً وقتی یکی گفت ربات‌ها قراره کارمون رو ازمون بگیرن، با لبخند بگو نه رفیق، اونا قراره کمکمون کنن کارای خفن‌تری انجام بدیم. به نظرت کسی که کار با کامپیوتر رو بلد نیست، میتونه از هوش مصنوعی پول در بیاره؟ تو ویدیوی بعدی قراره به این سوال جواب بدم.